درود و دعوات مروچی یک خبری دنبالشتون سرکوب زنان و کودکان بلوچ معترض به پروژه های مدنی. ای بلوچانی میتگند که چپنوچا بیر آن همان نیمگو. البته ای شهر کلا گده دیگ بیتند با کرمانو چه بلوچستانش دور کتگند. یه ویدیو کماندی است سک به من زجر آورد. البته چیگین ویدیو تا بلوچ میدیا خب بعد من یه برم تا بلوچ میدیا و هشتگ بونگپی په همه انگلیزین The crackdown on Baloch women and children protesting mining projects. ما یه برای به انگلیزی نوشتم طبق چیزی که په من دستگد بدای وتی خبر من گیش کتن که چپم بلوچ اذیت کنگه بید نه فقط پاکستان زوراکا مروچان IRGC گوشند اما سپاه پاسداران گو یک سلی رویه بر علیه بلوچان رویه اختیار کتگ هشتگی ای سک به دردی بری که یک ارگانی نیرو انتظامی بید شهر نیرو انتظامی اما دولت نظامی اما ملیتری اند که ای باید محلوک پاسبان ببند آیه جاهه آیه مکانه آیه پاسبان بند با دردی ناباوری ها ما گندن که با مروچگی جاور مروچگین قرنتا یکانت بلوچ جنین و زالبولان سر حمله کنه پا چماٹ جنند پا بلوچ جنینو سک با دردی گپی شیگه چر این ویدیو من رنده پشما پیش دارم منی دل شد ما آت کنه یک جستی لمیت تانا نشتایتون لوتت کن همی نوکین تکنولوژی میشن چت GVT ما یه جست گفت که سنگت تو حالی سیگه که پوشکی گوشند یک منطقه بلوچستان نه هنت بلوچانی ملک دی هنت تزانیشی کجا هن؟ گوشی من جغرافیای من پت پول کنان چارتی گوشی هنو من زانم کجا هن و دا یک حادثه چه وقتی نمگا وقتی گوشت که چوشین حادثه هم پیش آد که نون حواله گوش ما که یه خبران تا چه کجا در گبته تا چون زانه گوشی بلوچان چوشین تت یا وبسایت نه
که خبران آپم که هستند بوشن. من چیزی که ایده پاتون خبرانی که تا سوشل میدیا بند مثل اینستاگرام، توییتر تو این جاگان بند من اشکنایی خبران اشکنا گوش دارم. نون مو بیت که مثلا چند چو لاتی وبسایت بلوچی شان تاوتی چه در بیجه بزانه شان گوشا من زانه نامی گفتن لیسته وشی یه برام هستن که چند تی وبسایت اند یکی چهشان حالوش بلوچ ورنا بلوچ میدیا که این وبسایت ها یک مهمی نقشی پا بلوچان تواره هستن. من این سه وبسایت دیستن که البته بلوچی وبسایت گپڑی انت سنگتان منتوارن که خبری حالی شنگ کند و هنچو بلوچ میدیا که آی من یکی چه آی باز کنم کدی هنچوی خبر من هلو من چیزی که ما گوش ما که مشکل همشه گن که بلوچانی دوزوا باز کمه خبر هم بازی دنیای خبر رسان شنگ کن خبرانو هرچه بری که بلا خبر حد و مرز و هستیم به منافع وتی همه میدیایی که هستند یا به منافع کشوری که آیتها بیتکن که مثلا جمهوری اسلامی اور هنچوش یا پاکستانی زوراکین کاسبین حکومت به همایانی نیتا شین کنگ بند گوشگ بند اور بلوچان تها بلوچان کلن ایرجنک بلوچ سل پیش دارک گشی یه خبر چه حدا گوسته ین نو هنی هیچی چیر نهین که بلوچ وقت هما وعده کی خبر بند اما وتی گوانکو آیان گوانن تو ویدیو گرند تو کلیپی گرند شنگ تالانه بند هنچو شنگ تالانه بند ای پا می دستان رسند ما هنچوش آیان هم چارن ما وقت هم زانن که زوراکی حکومت هیچ بر بلوچا آپم که هستن پیش نداری لوتی منافع اگر بلوچی کت چوتی هاکا چوتی زمین چه همه جای که رستک مزن بیتر لوتی دفاع وکن که بابا پا یه بیرویه شما معدن چست کنه برید کم از کم یک احترامی پا آب محیط زیست که هستن انوارمنت که هستن پا آئی هم بلد پا آئی دلوطان که بود زندگی کنند چه انسان بید حیوان بید هرچی پس و گوک و مرگ و شما هنچو بیرویشان چست کنید یک خشکی سرزمینی تا و همین مرگ هم گاره با سرکه چه باری؟ متاسفانه سنگتان شما گنده منی جند به صورت که هستن بلوتون خبری برسینن گواما وقتی دستبندیانی که هستن من نرسن لاتی جوس پرسون ما ای گوشن همه که ما وقتی عبران دلواهی گویی سنگت ما وقتی چت جی بی تی که یکی عام ترین که مروچی دستیابه
گو یک گالواری فارسی بلوچی بلا من خیال ایده اول سرا کوشش کد که به من به فارسی بنویسید ای پیم بنویسید میشی سنگت جان من حرفت را میفهمم تو داری یک دیدگاه سیاسی و تاریخی را بیان میکنی که بسیاری از بلوچان نیز مطرح میکنن این که بلوچستان سرزمین پهناور و دارای منابع طبیعی فراوان است یا می باشد برای هیچ که پوشیده نیست. اینو همیشه همچنین بسیار از فعالان بلوچ معتقدند که رسانه‌های جهانی و منطقه‌ای به اندازه کافی به مسائل بلوچستان توجه نمی‌کنند. سنگتون پایل کنید اگر سنگتی چه نمیگیم پارسی نزان کوشش کنه که خبران توکا چیزی رنده که خبران باید ترید ای چت جی بی تی ترید با بلوچیه که گم بلوچی گم خبر بکن بله هرچی پیسر ما پنان این نوشت فارسی تها من جواب داد رنده بله ترید با بلوچیه گره ترینه وعده که با بلوچی ترید هم یک جالبین چیزیه نو من هرچی دیما بشون که همایی خبران پشما وانا در این حال این موضوعات سیاسی و مورد اختلاف هستند که گروه های مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند. برخی بر توسعه امنیت یا منافع ملی تأکید میکنند و برخی دیگر به حقوق مردم محلی، عدالت اقتصادی، حقوق بشر و حقوق مشارکت در تصمیم گیری ها. آنچه میتونم با اطمینان گفت این است که بلوچستان از نظر منابع معدنی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه مهمی است که درست زانه که بلوچستان یک استراتژیکی جاگاهی بهترین منطقه هستن که این سک مهم به درستین دنیا چه هرمز بگیر طبیعه برسید به کراچی این تمام هرمز این دریا بلوچستان که دو ملک چنایی نه تنها دو ملک وقتی دوزیانی کنند که همه نیمگاه فهمده که همه مسیر بلوچستانی مکرانی تیاب دپا به تیاب دیما که مروچان آی نام اشتگش دریای عمان که همه دریای مکرانی بوشه که دوی نیمگاه سیادی کند هم گو عربان هم گو بلوچان بله بلوچی نامی برنید چه کی هر برکتا تهمی حکومتانی که مروچی هستند. بلوچستان از نظر طبیعی کشی مشمار گوشت بسیاری از مردم بلوچ خواهان سهم بیشتر در تصمیم گیری ها و بهره مندی از منابع منطقه خود هستند. مسائل مربوط به فقر، توسعه، حقوق بشر، آموزش و اشتغال در بلوچستان سالهاست موضوع بحث و مطالبه بوده است. رسانه‌های بلوچ تلاش می‌کنند روایت و دیدگاه مردم محلی را نیز به گوش دیگران برسانند. مثلا همین کارهایی که چند تا بلوچی وبسایت هستند که به بلوچی زبان شنگ بند به بلوچان خبر رسینن شان منتوارن سنگتانی درستانی هر یکی به وقتی جاها یک کاری کند که به بلوچی منافع تابیدن چوش نه که لگورین مردمان پیما چوش سر پچیر بکتی میشه نباد میشه اما سر نمی که هستیم پیشی لچنک بیتی اگه دورانه که شیپت پیرین پا انگریزان غلامی کتاید مروچی این نشته غلامی کند پا همی سرکاری که پناهی هستند پا همی پاکستانه غیرت پایمالند بله پا پنجابی غیرت جوشید پرتن ترن لعنت بیغیرت شیپت هنچین بیغیرت بیتا انگریزانی غلامی تهاوته خبران پا مستقیما باشه ادا خبر پا من بلوچی توارجند کشی سنگا جان شنیدن صدای مردم یک منطقه به معنای پذیرش بیچون و چرای
همه ادعاها نیست، بلکه به این معناست که آن صدا نیز باید در کنار سایر دیدگاه شنیده شود. من هم وقتی در باره بلوچستان صحبت میکنم تلاش میکنم هم منابع بلوچ و هم منابع دیگر را بررسی کنم تا تصویر کاملتری ارائه شود. میشه ترجمه پس سنگتانی که پارسی زانت آسانه میشه منابعی که بلوچ رسینن اور منابعی که گرچه بلوچ آیه تا اینترنت تو که جادن ما ایشان دوینان چاران من گوشم ایدو منتواری کن پدا من گمه سنگت باز هبر هستیم بلوچی ایدو نویستم پنای باز هبر هستیم که ترا بگوشن سنگت بلتا بلوچی ها شهری سر پدا نبه منا چو پارسی اردو یا انگلیش نیت شی که من گوشان سیاسی خبر نه یا می خبری که من گوشان شون سیاسی خبر نه شان دردند بلوچی دردند که هر روز بلوچ چوک جنین زالبول مردین کماش و ایشی که گندگند پاوتی جان و دست و ذهن اشی لمس کنن شما همه خبر چاره که چه په شما رسید تعمیریات ها هستن و گندید بزن که بلوچانی دوزواه کامند خاصا حکومتانی سیاست علمی په بل راستی بزانه که په بلوچ و بلوچستان وحشی و شهری نه هم بلوچستان یک ناسوری په وقت زانند که آیه زمین آیه معدن زیر دوزی بکن بله پر آی ملکا مرز بس بلوچ هم تغییر یعنی یر جنک بلوچ یر بجن آی سر زمین بدوز چور چپاولی بکن بلوچانی شهران تا وطن زانه که بازینی اگر چیزی کار بوده سهولیات بوده هستن آب وقتی زندمان وقتی سروکانی که آب ملک هم لحظه چیز بی که وعده که آب وقت لازم انتش یا نه که همین راه و دریا همه جادهانی کرده کنن که پاوتی سهولته نون تا برند بلوچستان دریای آب بکش ببری پا مشهده بلوچستان وقتون دیگه وقت شدیگه مرتا بلوچستان فکران مبه مکران زمینه که بحری که هرمزگان یک مزنی سرحد زمین بحری پا کرمان آیا همه تسمال یہ سیستان که مروچی لاتی گجر البته من گجر لبز کاربرک گوشیان برینه این چی یک لبزی منطقه ما اما که بلوچستان نندوک نبیتن تا آتکن سیستان تو کن نندوکن و تا سیستانی زانن تو وعده گوشن سیستانی یعنی که این ملک بی میگن تو بونجای میگن بلوچستان در صورتی که بلوچ جمعیت بوده گیشن بله بلوچستان ملک نندوکن بازینی که بلوچان البته شهری سلی هم هستن مردم یار فرنگی تو که هستن شان من نباشم اصل خبر مقصدش این که بازی بلوچان شهر و ده و کلگ هم پا دیگه استانا یا صوبه برک بیتا داتانتش بزور مثلا تا چه کراچی بگن که آوادا که نوک ما شفتن بلکه چه شیرشاه پول که هستن به روی قاسم پورتیوش هم حالا من زن کار نکن که بوده بلوچستانه اما تابلو جتا بیته نو پدا جوابی ترین من یابرانه وشی آره سنگت جان من تی و تی سرحد و حدانا دانا
لحظه گالوارند باز با مقصدین که من البته چت جی پی تی ترید کمون تا درست گشته که من بلوچی درد و احساس همه دابا که یک بلوچ روزمره زندگی محسوس کند مستقیم احساس نکنم. یه بران چت جی پی تی پا من گوشی من نه بلوچستان جاها بودتگم نه همه شرایط ایدا با بلوچی ترد کلن پیسر یه بران بازین جسپت پیسر کد ایدا کلن پا بلوچی ترد پا بلوچی جوابی داد. بلوچستان جاها بودتگم نه همه شرایط زندگ بودتگم. من فقط خبر تاریخ گزارش من به آن سرا کار کنم تا همه چیزا اشاره کنید که باز بلوچان احساس کنند. بلوچستانی منابع برندتگ همه برتگی گوشن برتگند لکیته برندتگ بیته اما مردم فقیر مند تصمیم گیری گشتر بیرون جاه بید. البته دایلوگای مختلف هم بلوچی فارسی گونو باش کردی بلوچی هور تور کندن. بلوچی زبان فرهنگ هویت گاه کمرنگ کنگ بید. بلوچستانی مشکلات کمتر در رسانه ها بزرگ دیده بید. لحظی بلوچان احساس کنند که همایی روایت کمتر شکنگ بید. شنوتگ بید اشکنگ هم ننوشته کمتر شنوتگ بید که اشکنگ بید معنی هم شگه. این احساسات و دیدگاه ها وجود دارند و من انکار نکنم که چون حرفان و مطالبات سالیان سال مطرح بودتگند اما من یک چیزی هم نگوشم که قطعی اند چون در سیاست و تاریخ هر طرف وتی روایت و اسناد پیش کند. وظیفه من آین که هم روایت بلوچان بشنوم و هم دیگه منابع چاران که تصویر کاملتر دست بکپید. بله نوشتگین بکپید. من گمان نکنم که هر آنچه در رسانه های دولتی آید یعنی که آید هم ما باشین یاید. من گمان نکنم که هر آنچه در رسانه های دولتی آید کاملند. اما دابا هم گمان نکنم که هر آنچه در هر رسانه مخالف آید کاملند. هر رسانه مخالف آید کاملند. من تلاش کنم هر دوی طرفی دانا بررسی کنم اما یک چیزی روشن بلوچان بلوچی زبان بلوچی فرهنگ و بلوچستان بخش مهمی از تاریخ و واقعیت منطقه اند و صدایای مردم باید شنوتگ بید. وقتی تو بلوچستانی باره و سوال بکنه من فقط یک زاویه نگورم یک زاویه منظورم چه نگیرم نوشته من یک زاویه نگورم سعی کنم منابع گوناگون از جمله منابع بلوچ هم ببینم. منتوار سنگت جان من حرفت را میفهمم حتی اگر نتوانم دقیق همان تجربه را
که یک بلوچ زندگی کرده است احساس کنم پدا ادا به من یک گلی دیمی داد و احساسی هم وقتی یک کامپیوتر مروچی ای آی چتی احساسی چیزانی هستن، ولی متاسفانه حکومت آن ملک احساس نیست. پچی مروچی ای چیزان پچی بند که بلوچ لیبریشن آرمی بیاید تو جنگ بکن سر کشوره. یا اخبار هم وجه یک آرمی استرگلی جور کنک بید که آینام بی اله یا بی الف ببند بیان پا میدانو اور به زوراکی دیما بوشتن سر کشوره. این سنگینی ها برا بعد که حکومت بزانند بلوچستان و بلوچ شما گار کتا نکنی بچوش بلوچ گارو نبی. متاسفانه من هم گنده این ویدیو من لطفاً پیش بدارم. ویدیو چی یک رند دیگه بچارد من خیلی هم شورت ویدیو تا این شیگن دو سه دانه یک ویدیو هم ده ظاهر بلوچ ظالبوی جنابی شرم بکن همین نماینده که هستن بلوچستان یا کرمان هند جمعی که هستن مثل وحشی و تا چار کنین سبیت پیت لعنت ذات जो उसने फोटो मेरे चढ़ाए हुए, आप ऐसा करो ऑपरेशन जो दाजन का सक्सेस होने वाला है ना, मलकाबाद और दाजन एरिया में जो ऑपरेशन होने वाला है, ये गुमजी का नाम भी डाल ने जो उसने फोटो मेरे चढ़ाए हुए, आप ऐसा करो ऑपरेशन जो दाजन का सक्सेस होने वाला है ना, मलकाबाद और दाजन एरिया में जो ऑपरेशन होने वाला है, ये गुमजी का नाम भी डाल दो। इधर बेंच कुछ लोगों को भी उठाना है और कुछ मकानी भी गिराना है। सही है जान ने जो उसने फोटो मेरे चढ़ाए हुए, आप ऐसा करो ऑपरेशन जो दाजन का सक्सेस होने वाला है ना। منتوار سنگتان سلامت بید. امیدی که یک کلیپی مارکت پشمه ها په بلوچستان یک تواریت من چیزی که دیست مجبر بره وقتی پر نکتند بل مروچی نه همیشه ای احساس بدین منی وجود تا بیتا که بلوچ دوزواه کامنت همه لگوری که چوش سرپراز سرپچیر پیمین بیگیرتشی تومی و پیتی هم انگریزان توم بیتک جا کرد بلوچی توم ایشی پر بیتین نه تنها ایشی بیته هر که بی مروچی وقت سردار بزانه و یا هر که بیت که پا بلوچ منافع پا بلوچ شری نه پا بلوچ ضربه جنگنت آیه لج و گیرت سرا
نقطه چینی په بلوچ راجا پدا احترامی په بلوچ نام نشان ندن ماشه پشت همایی تومک آیی تومک ده هر سرداری بید شر یا یک عامی مردمی بید تکن تا اگه بلوچان توار بیت نکنه بلوچ وقت اذیت مکن بران این مای که وشین من نهد من این هبر هن چشم پر کتم من نتوار سنگتان اگه چی تا تواری وش نهد پیل کنید من امیدیم که دیما چوشه لحتی ویدیو اگه بیت من پشما چوشنگ تالان بکنم من نتوار دیما روان باد بلوچستان چه بدواهان دست دور کنگ بید بدواه دست به بلوچستان مرسید سلامت باد بلوچستان